این اساساً پیش بینی کرده شده است با زردالو. همچنین دیگر چی میوه بانوانی چهارمغز نیز استفاده برده هم ممکن است. یعنی که میوه‌ای که در وقت غلطیدن آنها آسیب نمی‌بینند برای آنها استفاده برده میشود. اصلا نوعی 8 نوعی بوجون غفور استراوشان استفاده کنی بودم در قسمت نوعی عینی که بر آنها میوه زردالو است از این تجزیه استفاده برده میشود. سال تا سال طلبات خریداران منو و طلبات فروشندگان نسبت به سفتی میوه و سفتی محصولات میوه خشکی که هم از تاجیکستان به بیرون صادر کردن طلبات خیلی زیاد شده است. خریداران و آن شخصانی که از بیرون میبیاند و خریدار میشوند آنها طلب کرده شدند که میوه ما با صفت باشد، بتون باشد، بگوییم که ساختی ظاهری آن نمود ظاهری همین میوه به نمود اعلی باشد. و این خوشبختانه این تجهیزاتی پیشکش نمودیم ما امکانیت میدهد که در وقت آشاندن و چیندن میوه شکل خود و ساخت خود را گم نکند و چقدر که حالت طبیعی است همون حالت است که ساختش ویران نشود، چرکین و که افلاس نشود و که از بیرون نگام زخم نگیرد میوه و واسطین جمع کرده می شود. البته این تاثیر میرساند به نرخ فروش آن که نرخ نهایی آن. فرق بین این چتری خودگونداری خرد و کلان در آن باشد که چتری خودگونداری کلان یک چند فونکسیونی که باز برای آسان کردن کاری دهقانان یعنی خود پنداشتن میوه و روان کردن آن به قوطی‌های مخصوص یا یخچال میباشد که این کاری آنها را باز هم آسان‌تر می‌کند و باز حجم آنها هم خرد و کلان شده می‌تواند برای به یک جای معین بردن آسان می‌باشد.